در واقع اینها نه یک نیروی انقلابی بودن و نه اصولا میتونستن جایگزین باشن، جایگزین رژیم شاه باشن، فاصله بسیاری داشتن. به همین علت هم بود که شاه از این فرصت، از فرصت خالی بودن صحنه از نیروهای انقلابی نهایت سوء استفاده رو کرد و دست به یک مانور فریبکارانه زد. یعنی با آمریکا کنار اومد، دکتر امینی که نخست وزیر بود از کار برکنار کرد و خودش پروژه اصلاحات ارضی رو به دست گرفت. ازتون همون جریان نمایشی بهمن 41 هست تحت عنوان اصلاحات ارضی؟ بله دقیقاً همون هست. چه چیزهایی رو شامل میشد؟ در واقع این انقلاب سفید، به اصطلاح سفید، که توی اون 5.5 میلیون مرد و 278,000 زن توش شرکت کردن، عبارت بود از یعنی در واقع یک رشته اصلاحات بورژوایی و دادن حق رأی به زنان. و جالبه که در مقابل همین اصلاحات خیلی سطحی که تأثیری نداشت و تغییری در جامعه به وجود نمی آورد به نفع مردم، این گروه های سیاسی و این آقایون مات شدن و دست از فعالیت برداشتن و متوقف شدن اصولا. البته اینها جرأت نکردند از اصلاحات شاه حمایت بکنند. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اونها رو طرد میکردن، چون مردم بسیار متنفر بودن از رژیم شاه. فقط حزب توده بود که بعداً از این اصلاحات حمایت و طرفداری کرد. و اما ببینیم که خمینی در این دوران چه کار کرد. اصلاحات فرمایشی شاه از دو سو مورد مخالفت قرار گرفت. یکی از سوی مرتجعین که در رأس آنها خمینی قرار داشت و مخالفتش با شاه به خصوص به خاطر دادن حق رأی به زنان بود. خمینی در تلگرافی به شاه با بکارگیری کلماتی مثل حضور مبارک اعلی حضرت همایونی از این که دولت به زنها حق رأی داده اظهار نگرانی کرد و خاطر همایونی را به حفظ احکام دین مبین اسلام به منظور فراهم کردن موجبات دعاگویی ملت مسلمان جلب نمود. هر کس به تساوی حقوق زن در ارث، طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زنها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. اما مخالفت دیگر از سوی جوانان آگاه و انقلابی بود که کانون تجمع عمده آنان دانشگاه و قشر آگاه دانشجو بود که بر سرسپردگی شاه به قدرت‌های استعماری و سربرآوردن سرمایه‌داری وابسته دست می‌گذاشتند. شاه پس از جلب اعتماد ارباب خارجی و با در دست داشتن برگ اصلاحات به قدرت‌نمایی در برابر خلق پرداخت و وقتی اعتراضات در 15 خرداد به اوج خود رسید، دستور آتش باز کردن به آن تظاهرات را صادر کرد. سرکوب 15 خرداد جواب نهایی رژیم شاه به هر گونه اعتراض مردمی بود که پایان دوران مبارزات رفرمیستی را آشکار کرد. چنین بود که نسل‌های آگاه و مردم به سطوح آمده از ستم شاهنشاهی راهی برای مبارزه رهایی بخش نمی‌یافتند و مبارزه و مقاومت مردمی و آزادی خواهانه در بنبست. و حالا
به داستان تولد چشمه گوش کنید. در فضای خانه شماره 444 بولوار الیزابت در سالهای دهه 40 تهران افکاری موج میزد که در آن سالها کسی مثالش را در ایران نمیتوانست پیدا کند. این افکار اندیشه های محمد حنیف نژاد بود که در جستجوی راهی برای باز کردن بنبست مبارزات مردم ایران. اون که حنیف نژاد اون روزها میاندیشید افکاری از این دست بود: چرا انقلاب مشروطیت به خواسته های خودش نرسید؟ چرا خون مردم و مبارزان و مجاهدان مشروطه پایمال شد و اون انقلاب بزرگ با خلع سلاح مجاهدین سرانجام به روی کار آمدن یک دیکتاتوری سلطنتی منجر شد؟ چرا جنبش های مردم ما از جنبش جنگل و جنبش خیابانی همه اینها در خون نشست و نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران تماماً به شکست کشانیده شد؟ حنیف نژاد فکر میکرد که حالا هم رهبران سنتی و جریانهای رفرمیستی مثل نهضت آزادی و بقایای جبهه ملی اونم سخت مبارزشون درخواست برخی اصلاحات و رفرم‌هایی در چارچوب رژیم سلطنتی است و به عیان درماندگی تاریخی و فقدان صلاحیت و به بنبست رسیدن کامل مشی خودشون رو به عیان میگفتند و چشم امیدشون هم به نسل آینده بود. ما آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم. بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود با جمعیتی سر و کار خواهد داشت که واقعا مخالف این رژیم است. نسل حاضر که ما مؤسسین نهضت آزادی ایران متعلق به آن می باشیم در حکم نسل لولا یا مفصل تاریخ ایران به شمار می رود. واسطی هستیم ما بین نسل‌های قدیم ایران که قرنها به یک منوال و افکار راکت و ساکت بودند و نسل آینده‌ای که باید انشاءالله استقرار و استقلال و عظمت پیدا کند. در سال 1343 همه گروه‌ها و دستجات مخالف رژیم با افکار و ایدئولوژی‌های گوناگون به یک نتیجه واحد رسیده بودند که تنها راه مبارزه با رژیم شاه مبارزه مسلحانه است. بنده نیز ضمن دفاع در دادگاه نظامی این نکته را به رئیس دادگاه خاطر نشان ساختم و گفتم ما آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ایم. حنیف نژاد فکر میکرد آیا راهی برای برقراری یک حاکمیت مبتنی بر آزادی و استقلال دموکراسی در ایران وجود داره؟ تک به تک سراغ تمامی فعالان سیاسی اون زمان رفتم و همشون میگفتند کاری نمیشه کرد، دیگه تموم شد. همه از ناامیدی و یأس گفتند، همه به بنبست اشاره کردند و انگشت سکوت و تهدید رو نشون دادند. آیا طبق مثل معروف ما ایرانیان جوینده راه آزادی مردم ایران یابنده هم میشد؟